حمدی به حد، ثنایی به اعداد. حمدی به حد، ثنایی به اعداد، بر خدایی که نور ایمان داد. غافر است و رحیم و رحمان است، پاک از عیب و شرک و نقصان است. صلوات خدای هر ساعت بر رسولی که هست ذو طاعت. نام پاکش محمد عربی است، صلی الله علیه و سلم. راهنماینده بزرگ و سبی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و پدران و خواهران و مادران عزیز، از الله مهربان دعاگو هستم که از بسیاری غمها و مشکلاتهایی را که بنده طاقت او را ندارد، الله مهربان جمیع بندگانی که مبتلای غم هستین، سختی ها هستین، با فضل کرمش الله مهربان اینها را از شما دور گردانه. و از الله مهربان خواهان او هستم که میل، محبت و خواهش یکایک شما را باز هم به سوی دینش زیاد بگرداند. الله مهربان بر بیماری هامان شفای کامل نصیب گرداند. جمیع نفرهایی که از بین ما و شما گذشتند، الله رحمت و مغفرتشون فرمایی. به فرزندها را الله مهربان فرزندای سالم و صالح، مهاجرهای ما را، برادرای در سفر بودگی ما را، سفرهای مبارک و بخیر. و الله مهربان دعاگو هستم که همیشه در این ملک ما، در این سرزمین ما، امن و آسایشتگی و یکدیگر فهمی و مهر و محبت الله مهربان زیاد بگردان و پاینده نگه بدار. جمیع آن بندگانی که برای بهبود این پارچه زمین، این دیار ما، برای آباد کردن این، برای خوب زندگی کردن این مردم دست دارند، سعی دارند، تلاش دارند، الله مهربان خیر دنیا و آخرت نصیبشون بگردان. و الله مهربان دعاگو هستم که به آن چیزی که میشنویم توفیقامون نصیب بگردان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. دیگر سوالی کردن، گفتن درباره چند فرزند رسول الله و با چی بیماری ها گذشتن، یعنی فرزندای پیامبرمان چند فرزند داشت پیامبرمان انا و چگونه از حیات گذشتن، مقصد برای ما گپ زنین. برادرای عزیز، شما باید دانید که پیامبر گرامیمان 7 فرزند داشتند. 6 تاش از حضرت خدیجه بودند، 1 تاش از گویم غلام زنکشان ماریه قبطیه بودند. فرزندایی که از یعنی ابراهیم بچهش از ماریه بود، دیگر
زینب و رقیه و گلسون و کلسوم است اصلا کاف قطعه کلسوم و فاطمه 4 دختر بود و 3 بچه قاسم عبدالله و ابراهیم. البته همین بچه ها که بگیم عبدالله شا طیب هم میگفتن طاهر هم میگفتن ولی اصلی نامش عبدالله بود. برادرها قاسم میگه پیش از نبوت تولد شدگی است. فرزند قاسمش پیش از پیغمبری. شما میدونید که پیغمبرمون 25 ساله بودن که مادرمون خدیجه 40 ساله بودن. اولین فرزندی که یعنی اولی پیغمبرمون بود ای 40 سالگی پیغمبر شود. در دوام این 15 سال پیغمبر گرامی یعنی فرزندی که به دنیا آمد اول این قاسم بود. قاسم بود طریق یکو بگیم همون آمدن فرزنداش. بعد عبدالله آمد، بعد زینب آمد، بعد رقیه آمد، بعد کلثوم آمد، بعدا فاطمه و بعدا ابراهیم. و قاسم میگه پیش از پیغمبریش تولد شده بود بچه‌کش از حضرت خدیجه. در 2 سالگیش میگه از دنیا گذشت. عبدالله هم میگه قبل از نبوتش به دنیا آمدگی بود. اینم پیش از پیغمبریش و در سین سال خوردیش از دنیا اینش هم گذشت. ابراهیم برادر عزیز این در مدینه میگه تولد شده بود. یعنی این بعد از بگیم پیامبری حضرت بودن. در یعنی 17 یا 18 ماه بود که ابراهیم هم از دنیا گذشت. یعنی فرزندکش بچه‌کش همش خورد گذشتگی هست. 2 تاش پیش از پیغمبری، ابراهیم بعد پیغمبریش اومدگی. زینب دختری که از اول دخترشون بودن این زنی ابوالعاص ابن ربیع بود. زنی ابوالعاص ابن ربیع. این ابوالعاص ابن ربیع بچه گویم خالش بود. بچه خالش بود. انا و فاطمه به هممون معلوم است این زن حضرت علی بود. و رقیه و کلثوم اینا هر دو زنهای حضرت عثمان بودن. اول مقصد رقیه را گرفت، بعدا وقتی از دنیا گذشت پیغمبر نازنین من کلثوم دادش و بعدا اینش هم که از دنیا گذشت. بعد حضرت گفت که آنچنان دوست می داشت حضرت عثمان، گفت اگر عثمان دختری سیوم هم که می داشت تو می دادمد، لیکن چی کنم که مقصد از من دیگر فرزنده باقی نمانده است. این بود برادر عزیز معلومات در گردی فرزندای پیامبر ما. یک کسی دیگر سوال داده است که 3 سال گذشت یگان نفقه نمیارد از طرف شوهرم، شوهر کنم اجازت است یا نه؟ حاضر اگر خواهرایی را که شوهراتون نگاه نمیکنن، انا در مرکز اسلامی خودمان مفتیات میگیم یا قاضیات میگیم، همینجا مراجعت کنین. در 4 سال اگر سراغ نکرد اهمیت نداد، شما بعد رفته از همینجا خط طلاقتون گرفته میتونین. لیکن اگر در همین دوام دیدین که آدمی به اعتبار نگاه بین نمیکنه و مقصد اهمیت نمیته، خیلی در این دوام اگر خودتون طلاقاتون گیرین میتونین که دیگه مقصد به حضور رفته کارتون کنین. لیکن تماما اگر از او یگان خبر و یگان خبرگیری و تلفن و نفقه و هیچی نباشد، بعد 4 سال از همین مرکز خدمت رفته خط طلاق گرفته و بعد او طرف دیگر به اختیاری شما می شود. اینجا در یک کسی دیگر برادرها پرسیده است که
پیامبر گرامی را کیها شسته بودن وقتی از دنیا گذشت؟ کی مقصد پیغمبرمون را شستن؟ اینجا در برادران شوینده های پیامبرمون حضرت علی بودن، حضرت عباس بود عمکشون و پسران حضرت عباس، یعنی جناب فضل و قسم. بعد غلام های آزاد شده داشت حضرت، مثل شکران و اوس ابن خولید. بعد جناب حضرت اسامه هم در همون آبریزی اشتراک کرده است. یعنی این نفرهایی بودن، حضرت علی، حضرت عباس، فرزندای عباس مثل فضل، قسم. بعد دو تا با غلام های آزاد شده، شکران و اوس، و همچنان حضرت اسامه هم برادرای عزیز در این شستن پیغمبر خدا اشتراک کرده گیرند. و وقتی که حضرت دنیا گذشت، مقصد در اونجا بحث و مناظره شد که حضرت در کجا مقصد ما باید بگرانیم. جناب ابوبکر صدیق گفتن که ما قبض نبی الا دفن حیث یقبض. پیغمبرها در کجایی که جان سپاریدن، در همون جای، همون مثال جان سپاریشون، همون جا باید که قبراشون کنده شود. امروزه همین جایی که پیغمبر نازنین ما خواب است، این خانه عایشه مادرمون بود، خانه پیغمبرمون بود. همون جا میگه، در حال میگه جناب ابو طلحه که این همون زید ابن سهل بود، بین زید ابن سهل انصاری، مردم مدینه که با کنیت ابو طلحه مشهور است، همین کس میگه در حال میگه جسد پیغمبر خدا را بیراه کردن و همون جایی ده که جانش برآمد، همون جا میگه حضرت ابو طلحه قبرش کند و لحد قطی کند، لحددار کند و پیغمبر در همون جا دفن کردن. در اینجا برادرای عزیز سوالهای خیلی بسیاری هست، سوالهای زیادی اومده است. خدا خواهد باز من در سوال و جوابهای منبعد دوام اینها را برای شما باز گفتم میگذارم. الحال الله مهربان دعا میکنم که خداوند عمر دراز و ایمان کامل و سعادت دنیا و آخرت نصیب تان گرداند. آمین یا رب العالمین.